سال محمد خلیق نخبه‌ترین فرهنگی بلخ زمین بود که دهها کتاب نوشت، دهها شاعر و نویسنده را پرورش داد و سالها برای مردم و جامعه فرهنگی خدمت کرد. اما در حالی از دنیا رفت که برخی آثارش نیمه تمام ماند و مرگش صدها نویسنده و شاعر را تکان داد. در این برنامه شما را به ملاقات سال محمد خلیق، کارنامه، فعالیت، آثار و پژوهش‌ها، سفر و دیگر ابعاد زندگی او خواهیم برد. تولد و نوجوانی. سال محمد خلیق در 12 اقرب 1334 خورشیدی در شهر مزار شریف چشم به جهان گشود. وی روزهای کودکی خود را در شهر با خانواده و میان دوستان خویش گذرانید. خلیق نوجوانی خود را نیز در مزار شریف کنار خانواده و دوستان خود سپری کرد. وی مرد اجتماعی بود و در نوجوانی گاه در محافل فرهنگی حضور می یافت و با نویسندگان و بزرگان وقت بلخ ملاقات می کرد. تعلیم و تحصیل. استاد خلیق تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در مکتب نادرشاهی مزار شریف و دبیرستان استقلال گذرانید. سپس در دانشسرای نفت و گاز بلخ در رشته زمینشناسی نفت و گاز تحصیل کرد. بعد وارد دانشگاه بلخ شد و در سال 1375 خورشیدی کارشناسی خود را در رشته ادبیات فارسی این دانشگاه اخذ کرد. بعد جهت تحصیل به ایران سفر کرد و در سال 1394 خورشیدی کارشناسی ارشد خود را نیز در بخش ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور این کشور به دست آورد. سال محمد خلیق در کنار دانشگاه و درس‌های رسمی، درس‌های غیر رسمی را نیز فرا گرفت، پژوهش کرد و در موضوعات مختلف نوشت. وی قبل از این که از دانشگاه فارغ شود، دهها مقاله در بخش ادبیات و فرهنگ نوشت و این مقاله ها از آدرس سایت های مختلف افغانستان و ایران همگانی شد و به دست مخاطبان رسید. خلیق از شاگردان ممتاز دوره دانشگاه در ایران به شمار می رفت که وقت خود را بیشتر در راه تحقیق و نوشتن سپری می کرد. ازدواج. سال محمد خلیق در سال 1356 خورشیدی با مینا خلیق ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 2 پسر و 4 دختر دانش آموخته به نامهای بهرام برزین، سهراب سامانیان، شگوفه خلیق، نگینه، تهمینه و پیمانه خلیقند. همسر او هنوز در قید حیات است. مسئولیت و فعالیت سال محمد خلیق بعد از اینکه کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه پیام نور ایران به دست آورد، به افغانستان برگشت و مشغول خدمت رسانی برای مردم و فرهنگیان شد. در نخست اقدام به ایجاد مجله و انجمن کرد تا توانسته باشد از این طریق در کنار فرهنگیان بلخ قرار گرفته باشد و مصدر خدمت برای آنها شده باشد. سال محمد خلیق از سال 1355 تا 1366 خورشیدی در کارخانه کود شیمیایی بلخ مشغول به کار شد. بعد انجمن نویسندگان بلخ را اساس گذاشت و از سال 1369 تا هنگام وفاتش مسئولیت
و ریاست عمومی این انجمن را به عهده داشت. وی در این انجمن برای شاعران و نویسندگان بلخ همکاری کرد تا درست و به شکل جدی ادبیات فارسی را پیگیری کنند و همچنان تلاش ورزید جوانان بلخ به تحقیق بپردازند. اکنون صدها شاعر و نویسنده بلخی شاگرد او و از کسانی هستند که با راهنمایی و همکاری او بزرگ شده یا وارد جامعه فرهنگی و ادبی افغانستان شدند. شماری از این افراد قادر به چاپ مجموعه شعری و داستان کوتاه شدند و تعداد هم موفق به برنده شدن در جوایز ادبی، شعری و داستان کوتاه در بلخ، انجمن‌های دیگر و حتی در ایران شدند. صالح محمد خلیق به عنوان یک بزرگ کنار این شاعران ورزیده ایستاد تا بتوانند به آرزو و اهداف خود برسند. صالح محمد خلیق در کنار این که سمت ریاست انجمن نویسندگان را به عهده داشت، از سال 1383 تا 1398 خورشیدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ بود. وی در ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ سعی کرد ادبیات فارسی و جامعه ادبی بلخ بهتر رشد کند. برای همین با همکاری دوستان دیگرش اقدام به ایجاد نشریه‌های فرهنگی و ادبی دیگر کرد. او یک مدت مسئولیت نشرات ماهنامه ام البلاد را به عهده داشت. همچنان مسئول نشرات روزنامه بیدار و همکار نشراتی ماهنامه کیان از سال 1381 تا 1382 خورشیدی بود. خلیق با استفاده از رسانه و نشریات و ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ به رشد ادبیات در این آستان پرداخت. خلیق همچنان در کنار این نشریه ها مسئولیت و چانس همکاری با مجله ها و انجمن های فرهنگی و ادبی دیگر را هم داشت. به قول دوستانش، هدف او از ایجاد انجمن و مجلات بیشتر، رشد ادبیات فارسی، حمایت از فرهنگیان و شاعران بلخ بود. صالح محمد خلیق با برخی از مجله و انجمن‌های بیرونی و فرامیلی نیز همکاری کرد. وی عضو فعال در انجمن پیوند تاجیکستان، کانون‌های فرهنگی مرتبط با ناصر خسرو بلخی، مولانا جلال الدین محمد بلخی و امیر علی شیر نوایی بود. آثار و کتاب‌ها. صالح محمد خلیق نویسنده پرکار و پژوهشگر ناماشنای بلخ بود. وی دارای مطالب بسیار، سخنرانی‌های بیشمار، اندرس‌های زیاد و دارای 41 اثر ماندگار است. آثار او بیشتر در حوزه پژوهش و ادبیات است و برخی کتاب‌هایش مجموعه‌های شعری است. از وی ده‌ها اثر پژوهشی از جمله جلوه‌های بلخ و تاریخ ادبیات بلخ که این اثرش تلاش فردوسیوار توصیف شده است و تأثیر شاهنامه بر شعر مقاومت افغانستان بجا ماند. همچنان برخی آثار او قرار ذیل است. مجموعه شعر سلام به آفتاب، کاج بلند سبز، بر پای راه ابریشم، یک آسمان ستاره، از اوجهای آبی، سرود ملی عشاق، در بامیان قلب منی، مراد از بلخ تو بودی، نقطه و باز هم نقطه، اینک فقط تو مانده ای، سوگنامه گل سرخ، هیجان جان، سرنوشت دیگر، زمزمه نام خراسان، برهگذار غجی ها، از زخم های تازه، در قحط سال عاطفه و کتاب جشن های آریایی، عقاب، سرگذشت روزنامه بیدار، فریاد آزادی،
تاریخ روزنامه‌نگاری بلخ، ناشناخته‌های دانش، والیان بلخ در نخستین سده پس از باستانی استقلال افغانستان و ده‌ها کتاب دیگر از جمله آثار سال محمد خلیق است که در 40 سال نوشته شده است. سال محمد خلیق همچنان مترجم توانا بود و در سال 1396 خورشیدی کتاب کولاک می‌گیرد مجموعه شعرهای سرگی یسنین از روسی را به فارسی ترجمه کرد. سال محمد خلیق تنها یک شاعر یا مورخ نبود، معمار فرهنگی بود که بنیان نهادهای ادبی بلخ را استوار کرد. افتخارات و تقدیرها. سال محمد خلیق در زندگی خود نایل به دریافت جوایز و مدال‌های مختلف شد. او قادر شد مدال غازی میر مسجدی خان را از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست آورد. همچنان لقب پژوهشگر بلخ از سوی والی بلخ برایش عطا شد. نهاد دانش آموختگان افغانستان عنوان نویسنده پیشکسوت بلخ را برایش گذاشت. اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان او را نخبه بلخ نامید. انجمن ادبی 8 بهشت و انجمن قلم افغانستان از فعالیت‌های او گرامی داشت به عمل آوردند. مرگ. سال محمد خلیق سه شنبه 7 اسد 1404 خورشیدی در یک رویداد ترافیکی در دروازه شادیان شهر مزار شریف کشته شد. دقیقاً مرگ او وقتی از راه رسید که پس از دیدار با فرهنگیان کابل عازم بلخ شده بود. مرگ سال محمد خلیق از سوی بزرگان افغانستان و برخی مقامات فرهنگی ایرانی یک ضایعه جبران ناپذیر خوانده شد. سید روح‌الله حسینی، رهزن فرهنگی ایران در افغانستان، خلیق را استوانه استوار در زبان، اندیشه و نجابت خواند. شماری از فرهنگیان بلخ خلیق را واپسین سلسله‌دار نسل‌های پیشین قلمرو فرهنگی بلخ دانستند. فرهنگیان افغانستان همچنان با نوشتن متن‌های جداگانه در گذشت خلیق را ضایعه جبران ناپذیر خواندند. سال محمد خلیق در حال به خاک سپرده شد که جزئیات بیشتر از چگونگی مرگش فاش نشد.